سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بالاخره بعد 2 ماه من وقت کردم بشینم جلوی دوربین و یک ویدیو درست کنم در مورد آلمان، مهاجرت به آلمان و اتفاقی که واسه خودم افتاده. تو این ویدیو فقط میخوام از تجربیات خودم بگم، برای همین نمیخوام در مورد چیزای مثبتی یا منفی بگم. چرا؟ چون دیدگاه هر کس فرق داره. چیزایی که از نظر من مثبته شاید از نظر یه عده منفی باشه و بالعکس. برای همین وقتی من لیست کنم خوبی ها و بدی ها رو، ممکنه توی لیست خوبی هام چیزی باشه که از نظر شما بد باشه و بالعکس در لیست بدی هام چیزی داشته باشم که به نظر شما خیلی خوب باشه. برای همین فقط میخوام از تجربه خودم بگم و بعد شما خودتون میتونید برداشت بکنید که حالا این چیزایی که گفتم خوب بوده یا بد بوده. نه میخوام بگم که مهاجرت بکنید و نه میخوام کسی رو که بخواد مهاجرت بکنه رو ناامیدش کنم، بگم نه مهاجرت نکن خیلی بده. نه، فقط میخوام نظر خودم رو بگم راجع به آلمان، اتفاقاتی که برام افتاده و اینکه برای من خوب بوده یا بد تا الان. چون بیشتر از 2 ماه نیست من اومدم اینجا، حدود 2 ماه خورده ای هست و فقط از تجربیاتم و اتفاقاتی که برای خودم افتاده میگم. پس اگه میخواید بدونید نظر من در مورد آلمان چیه، البته بعد از 2 ماه حتما این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. خب آقا آلمانیا چجورین؟ آلمانیا سردن، آلمانیا همش دنبال قانونن، آلمانیا نژاد پرستن، آلمانیا مهربون نیستن و کلی توصیف دیگه در مورد آلمانی ها شنیدیم که قبل از اینکه بیام اینجا من همینا رو شنیده بودم. خیلی هم میترسیدم، دروغ چرا، همش فکر میکردم همین جوری هست و بعد از اینکه اومدم اینجا حالا تجربه خودم میگم که آیا اینا درست بوده یا نه. تا الان بازم میگم تا الان که چون تجربه خیلی زیادی ندارم هنوز زود هست برای نتیجه گیری، ولی در کل میخوام بگم آیا راضی هستم از این اوضاع. حالا لیست کردم من چیزایی که میخوام براتون در مورد آلمان بگم به ترتیب. یه سری چیزایی که شاید یه ذره منفی تر باشه رو اول میگم، بعد یه سری نکاتی که از نظر من نکات مثبت هست رو بهتون خواهم گفت. خب اولین کاری که شما بعد از ورود به آلمان خواهید کرد یک فرآیندی هست به نام ملده شدن، آنملدون یا ثبت شدن، که در این فرآیند شما آدرسی که دارید رو برای آلمانی ها در واقع ادارات آلمان اعلام میکنید. این کار ضروریه، یعنی شما تا وقتی این کار رو انجام ندادید انگار که اصلا در آلمان ساکن نیستید. تا وقتی آدرس نداشته باشید ساکن آلمان حساب نمیشید. ضروری هست حتما باید این کار بکنید و اولین شرطش اینه که خونه بگیرید. یعنی شما تا وقتی خونه کرایه نکردید حالا یا نخریدید، که حالا خیلی کم اتفاق میفته که در بدو ورود کسی حتما خونه بخره، وقتی خونه کرایه کردید حتما باید به شهرداری ثبتش کنید. به این فرآیند میگن آنملدون یا ملده کردن یا همون ثبت شدن آدرس. حالا چرا انقدر مهمه؟ به خاطر اینکه تمام کارهای اداری که تو آلمان انجام میشه به صورت مکتوب نامش میاد به آدرس پستی شما. یعنی کد پستی شما وقتی ثبت شد در یک شهرداری دسترسی داده میشه به تمام ادارات که هر چی رو که میخوان، در واقع هر کاری رو که میخوان برای شما انجام بدن در قالب یک نامه براتون بفرستن. به این دلیل مهمترین بخشی که تو هر ساختمون هست میل باکس ها یا همون صندوق های پستی که همه ساختمون رو دارن. هر ساختمونی شما وارد بشید یک مجموعی از صندوق پستی ها رو میبینید در ورودی ساختمان. اکثرا داری پست بهش قشنگ دسترسی داره، نامه های شما رو میندازه داخل این صندوق پستی. پس اول باید ملده بشید یا ثبت بشید. تا ثبت نشدید نه حساب بانکی دارید، نه بچه‌تون رو میتونید مدرسه ثبت نام کنید، نه تو دانشگاه میتونید ثبت نام کنید، بیمه، همه چی، هر چی حقوقی که میخواید بگیرید. یعنی اگه ثبت نشده باشید دیگه حالا 1-2 ماه اول دستی بهتون میدن نقل، ولی بعدش برای حساب بانکی حتما بعد این کار ثبت شدن رو انجام بدید. بنابراین پس اولین اتفاق ثبت شدنه که برای کسایی که تازه وارد آلمان شدن خیلی سخته، خیلی صبر بکنن که این اتفاق بیفته، مراحل اداریش طی بشه. 2 هفته طول میکشه تا شما یک نامه‌ای رو دریافت کنی از شهرداری که توش یه دونه عددی هست، یک کدی هست که اون کد در واقع مالیات شماست، تکس آیدی بهش میگن، که با اون کد مالیاتی شما میتونید خیلی از کارا رو انجام بدید و در واقع این نشون میده که شما ساکن آلمان هستید و آدرس دائمی شما همین هستش. حالا بعضی از افرادی که وارد آلمان میشن میرن این آدرس رو در واقع میخرن، یعنی یه خونه گرفتن که غیر قابل ثبت شدن هست، یعنی کسای دیگه اونجا قبلا ثبت کردن الان نمیشه برای شما هم ثبت بشه.
واسه همین مثلا میرن ماهی 100 یورو 200 یورو به یک کسی میدن که آدرسش رو در اختیار اینها قرار بده، بگه مثلا من صاحبخونه اینم، غیر قانونیه ولی خب انجام میدن و فقط از اون آدرس استفاده میکنن. خب اینم درست نیست، چون شما هر نامه‌ای رو بخواد یک اداره، یک سازمانی برای شما ارسال کنه به اون آدرس میفرسته و ممکنه شما خبردار نشی، گم و گور بشه، یه اتفاق براش بیفته. برای همین اول باید ثبت بشید. پس فرآیند ثبت شدن یه چیزی که باید انجام میشه برای مهاجرا، برای هممون اولین کار بود، اولین قدم بود و خب خیلی طول کشید و یه سختی حساب میشد، ولی وقتی انجام شد دیگه بقیه کارا همش رو روال افتاد و همه دونه دونه انجام شد و دیگه ما مشکلی نداشتیم. مورد بعدی که به ذهنم میرسه در مورد آلمان و قوانینش بگم و سختگیریاش بیمه است. شما اینجا باید حتما بیمه سلامت داشته باشید که این بیمه سلامت 2 حالت داره. یا شما مشمول بیمه عمومی میشید، بیمه همگانی که تقریبا رایگان حساب میشه برای کسی که مخصوصا خانواده داره، یه نفر یه مبلغ خیلی کمی رو پرداخت میکنه، تمام اعضای خانواده‌اش تحت پوششن. منتها یه بدی که داره اینه که شما اگه این بیمه رو داشته باشی همیشه برای گرفتن وقت دکتر با مشکل مواجهی. غیر از مواقع اورژانسی، مثلا میخوای بری برای چکاپی چیزی دکتر لازم داری، کلی باید تو صف بشینی. بعضی وقتا شده تا مثلا 5-6 ماه طول میکشه شما بری و ویزیت بشه توسط یک متخصص. ولی یه بیمه دیگه است، بیمه خصوصیه که مثل همون چیزی که تو ایران داشتیم، یعنی شما هر لحظه خواستی بری تو هر بیمارستانی، تو هر مطبی، به دندون پزشکی، هر جایی خودت پرداخت میکنی، کاری که بعد انجام میدن هزینه‌شو و بعد میای تو این بیمه خصوصی این فیش ها رو در واقع رسیدها رو نسخه هاتو میدی به در واقع سازمان بیمه و اونها بعد از چند روز براتون پرداختش میکنن. این بیمه بهتره ولی خب طبیعتا گرونتره و خیلی هزینه بالایی داره. هول و هوش برای ماها همسن من باشه کسی بالای 40 سال مثلا حدود 300 یورو در میاد در ماه، که البته نصفش رو محل کارتون بهتون پرداخت میکنه، اون نصف دیگهش باید خودتون پرداخت بکنید. یه بیمه دیگه داریم اینجا، ضروریه ولی اجباری نیست، ولی همه آلمانیا دارن و به مهاجرین هم توصیه میکنن و اون بیمه مسئولیته. شما 2 جور بیمه مسئولیت داری. یکی این که این خونه‌ای که مثلا گرفتیم ما، اگه خدای نکرده اتفاقی توش بیفته، مثلا آتش سوزی بشه که من باعثش شدم، تمام هزینه‌شو باید من بدم. این بیمه برای همینه، یعنی شما کل آنچه که در خانه داری و متعلق به خودت نیست رو حتی بیمهش میکنی و دیگه خیالت راحت میشه. مثلا اگر اتفاقی افتاد تا 3 میلیون یورو بهت بیمه میتونه پرداخت بکنه. مثلا این خونه که الان ما توش هستیم 1 میلیون یورو قیمتشه، یعنی اگه اتفاقی بیفته که من باعثش باشم و این خونه مثلا خراب بشه یا هر چی، من باید این پول رو پرداخت کنم. ولی چون بیمه کردیم خودمون رو، دیگه این بیمه پرداخت میکنه برامون و خیالمون از این بابت راحته. یه بیمه دیگه داریم که خیلی باحاله، ما نداشتیم تا حالا تجربهش رو، بیمه مسئولیت هست که شما در قبال دیگران مسئول هستی و هر خسارتی به دیگران وارد کنی باید هزینه‌ش رو پرداخت کنی. مثال میزنم، شما در محل کارتی، چای تو دستته، قهوه داری میخوری، بعد با دوستت داری حرف میزنی و این چای یا قهوه‌ت میریزه رو لپتاپ دوستت و لپتاپ دوستت میسوزه. این بیمه لپتاپ رو میخره، در اختیار دوستت قرار میده و شما با هم دیگه قهر نمی‌کنید یا دوستتون از دست شما ناراحت نمیشه. رفتید مهمونی، چای غذا از دستتون میریزه رو مبل صابخونه اون کسی که شما مهمونش هستید، شما میرید به بیمه میگید که من مبل این خانم رو، این آقا رو خراب کردم، بیمه بهتون میده اینو. این میشه بیمه مسئولیت، یعنی شما در قبال افراد دیگه مسئول هستی که مواظب لوازمشون باشی. حالا یه تجربه خیلی وحشتناک تو این مورد من دارم، برام اتفاق افتاد، سریع رفتم خودم بیمه کردم. چطوری؟ این خونه که الان ما داخلش هستیم رو قبلا خب یه مستاجر دیگه توش بود، یه سری وسایل اون مستاجر مونده بود تو این خونه و شرط کرده بود که بعد یه ماه میاد میبره و یه بخش کوچولی از کرایه هم داده بود بابت همین مسئله. بعد یکی از چیزایی که تو این خونه مونده بود، یه حلقه دور دستشویی هست که دستشویی اینجا فرنگی دیگه، یه حلقه‌ای که مخصوص بچه‌هاست که وقتی میشینن راحت باشن. بعد من داشتم خونه رو تمیز میکردم، خب تحویل گرفته بودیم داشتیم تمیزکاری میکردیم دیگه، ویژگی خانم‌های ایرانی همه جا باید تمیز باشه، برق بیفته، هرچند تمیز بود واقعا برق میزد همه جا و فقط این یه چیزی، این حلقه دوری اینو من دیگه مزاحم دیدم، گفتم خب اینا رفتن چند ماه از اینجا، حتما خریدن، بچه کوچیک دارن حتما از اینا خریدن، این لازم ندارم، مثلا چقدر میشه، چیزی نیست. آقا برداشتم اینو انداختم تو سطح آشغال، نمیدونم چرا نذاشتم داخل وسایلشون، به هر حال
بعد اینا اومدن وسایلشون رو ببرن، گفتن حلقه دور دستشویی ما کو؟ گفتم تو سطح آشغال بود و من انداختمش دور. گفتن دستت درد نکنه ولی باید پولشو بدی. گفتم چقدر میشه؟ نشونم دادن مارکشو، شکلشو، سایزشو، همه چیش همون بود. 60 یورو با اجازهتون. 60 یورو نقد از من گرفتن بابت حلقه دور دستشویی. با پول ایران میشه چقدر؟ نزدیک 5-6 میلیون. یعنی داشتم سکته میکردم. برای همین تصمیم گرفتم دیگه هیچ وسیله‌ای رو که متعلق به دیگران هست اصلا لمس هم نکنم و سریع رفتم خودم بیمه کردم تمام اعضای خانواده رو که اگه اتفاقی برای وسیله‌های دیگران افتاد لااقل بیمه بتونه اینو جبران بکنه، این خسارت. خیلی تجربه بعدی بود. خب ویژگی بعدی آلمانیا صرفه‌جویی بسیار بسیار جدی و کاملا جدی در مورد مصرف آب و مخصوصا انرژی. خب آب اینجا فراوونه، هر روز بارون میاد، همه جا خیسه، انقدر خیسه اینجا، انقدر مرطوبه خونه ها کپک میزنن. یعنی به قدر هوا اینجا مرطوبه شما 2 روز در و پنجره رو باز نکنی قشنگ خونه کپک میزنه. این اتفاق باز افتاده برای ما و دیدیم. برای همین همیشه باید خونه خشک باشه و یه ذره خنک که این اتفاق نیفته، مخصوصا تو سرویس بهداشتی و این. انرژی اینجا به شدت گرون هست و به شدت مورد صرفه‌جویی قرار میگیره. چرا؟ خب چون اینجا مثل ما نیستن که نفت و گاز مفت داشته باشن، از تو زمین همینجوری فرت نفت و گاز بیاد بیرون مفت و راحت استفاده کنن، هیچ مدیریتی هم روش نکنن. اینا انرژی رو میخرن، برق رو درست تولید میکنن ولی گاز رو خب میخرن و خیلی هم گرون میخرن از روسیه و بعد کشورهای دیگه. برای همین به شدت اینجا صرفه‌جویی انرژی خیلی خیلی مهمه و جدی گرفته میشه و خیلی آموزش داده میشه و نه تنها آموزش داده میشه بلکه قشنگ بالا سرتون وایستادن که این کار رو انجام بدید. چطوری؟ روی رادیات ها یک وسیله هست شبیه حالا دماسنج مانند، یه چیزی که ثبت میکنه میزان مصرف شما رو اولا. دوما هر وقت دما از یه حدی رفت بالا این وسیله اون رادیات رو خاموش میکنه. یعنی رادیات سیستم گرمایش عموما در اکثر آپارتمان ها این سیستم گرمایش حالت مرکزی داره و توسط اون دارنده اون ساختمان، صاحب اون ساختمان تحت کنترل هست این سیستم و طوری طراحی و تنظیم شده که هر وقت خونه بیش از حد گرم شد، دما از حد بالاتر رفت، این خودش رادیات رو خاموش میکنه. یعنی شما لازم نیست هی پیچش رو بپیچونی، کمش کنی، زیاد کنی، آی گرمم شد، آی سردم شد. روی دمای خاص قرار میدید. هر وقت خونه از اون دمایی که خود اون صابخونه یا اون شرکت که صاحب اون ساختمان هست برای شما تنظیم کرده از اون دما پایین‌تر رفت، شوفاژ رادیات روشن میشه. اگه از اون دما بالاتر بود اصلا روشن نمیشه. خب مگه اینکه حالا شما پیچ رو بپیچونی و اینجوری مصرفت میره بالا و در نتیجه مجبوری هزینه بیشتر بپردازید. شما قبل از اینکه انرژی را مصرف کنید اینجا پولو میپردازید. یعنی مثلا در ماه ما 90 یورو پول برق میدیم، 205 یورو پول گرمایش میدیم، 113 یورو هم پول شارژ ساختمون رو میدیم که هزینه‌های جانبی ساختمون هستش. برای همین قبل از اینکه شما برق رو مصرف کنی، قبل از اینکه شما از گرمایش استفاده بکنید، پولش رو دادی. حالا آخر سال وقتی میخوای شما اینجا رو خونه رو ترک بکنی یا نه داری چی میکنی، قراردادتو تمدید میکنی، برات محاسبه میشه این پول برق و گرمایش و اینا که شما پرداخت کردی آیا از این حدی که مصرف کردی از اون عددی که قرار بود باشه بیشتره؟ در این صورت باید پول اضافی بدی. اما برعکس اگر مصرفت کم بود، صابخونه عددی رو که اضافه بوده بهت برمیگرد. یعنی قشنگ دقیقاً حساب میکنن تا سنت آخرش بهتون برمیگردن این پول رو. و این یه قانونی که یه قسمتش سخته برای کسایی که اهل صرفه‌جویی نیستن، یه قسمتش خیلی قشنگه برای اونایی که مثل من اهل صرفه‌جویی ان که اگه صرفه‌جویی کردم مثلا مصرف برق من به جای 90 یورو شد 80 یورو در ماه، صابخونه موظفه که 10 یورو در ماه رو به من برگردونه آخر سال که حالا 12 تا 10 یورو میشه 120 یورو، عدد خوبی. حالا اگه بیشتر صرفه‌جویی کردم که خیلی عدد بزرگتری شامل حالم میشه و این خیلی خوبه برای کسایی مثل من که اهل صرفه‌جویی ان. اونایی که منو میشناسن میدونن که به شدت در مورد انرژی من حساس بودم. تو ایرانم که بودم خیلی صرفه‌جویی میکردم. خیلی وقتا میشد که فیش آب و برق برای ما صفر بود، حتی بعضی وقتا جایزه هم بهم تعلق میگرفت. در نتیجه خب اینجا هم دارم رعایت میکنم. یعنی سخت نیست برای کسی مثل من
که صرفه‌جویی کنن. ولی کسایی که اهل صرفه‌جویی نیستن واقعا این موضوع فکر میکنم براشون خیلی اذیت کننده باشه، خیلی سخت باشه که کسی دیگری اونها رو مجبور بکنه به صرفه‌جویی کردن، اینکه رادیات خاموش بشه چون دمای خونشون رفته بالا و بیخودی رفته بالا. یعنی از دمای آسایش نباید بیشتر باشه دمای اینجا. حالا دمای آسایش تو هر کشوری فرق داره، اینجا چون سردسیر است به شدت سرده، حتی برای ماهایی که آذری هستیم تو تبریز و بعد آذربایجان زندگی کردیم هم باز سرده هوا. حالا چه رسد به کسایی که از بندرعباس و بوشهر پاشن به اینجا، واقعا براشون سرد خواهد بود و یه خورده تا بیان عادت کنن به این مصرف انرژی یه خورده طول میکشه و شاید اذیت میشن. این هم یه ویژگی بود که به ذهنم رسید، حالا شاید جزء ویژگی‌های منفی باشه ولی میگم برای من ویژگی منفی حساب نمیشه، چون به شدت تو مصرف انرژی از اول صرفه‌جویی کردم و الانم عادی شده برام. خب بریم سراغ موضوع بعدی که حالا جزء لیست ویژگی‌های بد شاید حساب بشه، مالیات. اینجا خیلی مالیات بالا هست. هر کسی با هر سطح درآمدی موظف هست که هر 1 سال یا الا 2 سال، یعنی 2 سال زمان وجود داره برای اینکه شما فرم اظهارنامه مالیاتی رو پر بکنی، بفرستی برای سازمان مالیات. حالا به شما میگن که چقدر به شما مالیات تعلق میگیره. بعضی وقتا مالیات رو وقتی از شما گرفتن، شما به وسیله یه سری مدارک میتونید ثابت بکنید که خب حالا این مالیات در حق شما نبوده که انقدر بدی و اگر بتونی ثابت بکنی پول بهت برمیگردن. یعنی یه سری راه‌ها وجود داره که بشه مالیات رو کم کرد. البته اگر شما متأهل هستی، اگر فرزند داری، مطمئناً میزان مالیاتی که پرداخت میکنی خیلی کم خواهد بود. ولی اگه یه نفر هستی، شاغلم هستی، مطمئناً درآمد بالایی هم داری، حتما مالیات بیشتری میپردازی. هر چقدر بیشتر دری بری بیشتر میپردازی. برای همین مردم اینجا خیلی کار نمیکنن، چون بیشتر کار کنن، اضافه کاری بکنن، طبیعتاً مالیات بیشتری میدن. برای همین سعی میکنن زندگی رو بگذرونن، خوش بگذرونن و راحت باشن. یه چیز دیگه که اینجا خیلی به چشم میخوره اینی که افراد سالمند اینجا زیاد هستن. حالا نمیدونم، شاید دلیلش اینه که جمعیتش پیره، شاید یه دلیل دیگه هم داشته باشه، این که افرادی که سالمندن سنشون رفته بالا تو جامعه هن. یعنی خیلی خیلی باحاله که شما ببینید یه خانوم 70 ساله تو بانک داره کار میکنه، کارمند بانک، 60 سالش 70 سالش، خیلی خوشتیپ ترتمیز، باورتون نمیشه، مسلط به انگلیسی، یعنی جوری انگلیسی حرف میزنه قشنگ هنگ میکنی تو. خب نشسته اونجا داره کار میکنه. وقت ما از 40-50 سالگی آه و ناله میکنیم که پیر شدیم، چه میدونم پامون لبه گوره، داریم میمیریم، بازنشسته بشیم فلان. اینا بعد بازنشستگی تازه میان دوباره شروع میکنن به کار کردن. چرا؟ واسه اینکه تو خونه نشینن. یعنی قشنگ شما سالمندا رو تو متن جامعه میبینی. خب و اینکه خب برای چکاپشون و برای اینکه در واقع زیاد مریض نشن دولت هزینه میکنه. اینا افرادی که سنشون بالای 50 سال میشه یه سری چکاپ های سالانه دارن، این انجام میده دولت براشون، اکثرا رایگان هست، یعنی بهشون نامه داده میشه یا ازشون خواسته میشه با حالا پیامکی چیزی که برن و چکاپ بکنن که از نظر بدنی سالم باشن. و بعضی وقتا هم که از خیلی شنیدم که کسایی که بازنشسته شدن بهشون نامه داده میشه که شما با توجه به اینکه میدونیم که سالم هستی میتونی بیای سر کار و مبلغ اضافه کاری دریافت بکنی بابت این کارت. حالا حقوق خوبی هم احتمالاً میدن، حالا نمیدونم دقیقاً، مدرک ندارم براش، ولی از خیلی شنیدم. یعنی میخوام بگم اینجا افراد سالمند زیادن. یعنی ما خیلی میبینیم خانم ها و آقایون مسن چقدر شیک، تمیز، مرتب، عالی، یعنی خیلی دوست داری نگاش میکنی. و اینکه اغلبشون سر کار هستن و توی ادارات مختلف شما این افراد مسن رو میبینی. تو فروشگاه ها، حتی اکثر فروشگاه ها کسایی که توی قسمت صندوق هستن اکثرا سنشون بالا هست و خیلی راحت کار میکنن و چه میدونم تتو کرده طرف 80 سالشه، یعنی و کل بدنش تتو، از دماغش از این گوشوارها از این رینگا آویزون کرده و از لبش گوشواره آویزون کرده و خیلی سرحال، خیلی خوشگل، یه استایل خاص، یه لباس خاص پوشیده. خلاصه پیراشون هم سرحالن. اینم حالا نمیدونم ویژگی مثبت یا منفی، خلاصه این چیزی که من دیدم تو این 1-2 ماهی که اینجا بودم. یه چیز دیگه در کنار همین موضوع بگم، در عین اینکه سالمند زیاد دیده میشه، بچه هم زیاده. یعنی اینجا شما اغلب افرادی که میبینید
آقا و خانم با همه، یعنی یه زوج رو میبینید اغلبشون 1 الی 2 تا بچه همراهشونه، بعضی وقتا 3 تا. یعنی اینجا هم جوانسازی و فرزندآوری و اینا خیلی بهش اهمیت داده میشه. حالا چرا همه 1 یا 2 تا بچه دارن جوان‌ترا، یا اون بینی بچه مثلا 2 ساله یکی یه دونه 1 سال بغلش یا تازه به دنیا اومده و یا مثلا فاصله سنیشون خیلی کمه و شما میگه اینا چطوری بزرگ میکنن؟ دلیل اینکه این فاصله ها کمه و اغلب جوان ها بچه دارن اینجا اینه که دولت یک مبلغی رو ماهانه 250 یورو به شما میده به ازای هر فرزنده تا 25 سال، به شرطی که شاغل نباشه. یعنی چه پسر چه دختر تا سن 25 سالگی از طرف دولت هر ماه بدون هیچ گونه توضیحی مگر شاغل باشن، وگرنه بدون هیچ توضیحی مبلغ 250 یورو در ماه دریافت میکنن از لحظه‌ای که به دنیا میان، چه مهاجر باشن چه جزو اهالی این کشور باشن، شهروند باشن نباشن، همه دریافت میکنن. ما فرم براش پر کردیم که برای بچه‌هامون این هزینه رو بدن و میدن. خب هر ماه 250 یورو، یعنی این 250 یورو برای خوراک و پوشاک یک بچه کافیه، حالا هر سنی میخواد باشه، در حد زندگی عادی، نه دیگه حالا لاکچری و اینا، در حد زندگی عادی و معمولی متوسط به بالا این 250 یورو براش کافی است. دلیل اینکه خیلی ها بچه دارن، بچه کوچیک دارن، 2 تا یا 3 تا هم دارن همینه، چون هزینه‌شون تقریبا دولت میده. حالا از طرف دیگه علاوه بر این 250 یورویی که شما دریافت میکنین، هزینه مدرسه نداره برای فرزند شما. اینجا مدرسه ها رایگان هست، کاملا رایگان. مهد کودک رایگانه در برلین، رایگان مهد کودک، مگه اینکه شما بخواید بچت در شرایط خاص نگهداری بشه، چه میدونم خیلی لاکچری باشی، خیلی مثلا پول داشته باشی که بخوای مثلا تو مهد کودک خصوصی بچت رو ثبت نام کنی، وگرنه مهد کودک ها رایگانن، مدرسه ها رایگانن، مگر گفتم شما بخوای خودت حالا مثلا پول خرج بکنی. دانشگاه رایگانه، برای همین اینجا بچه بزرگ کردن خیلی هزینه نخواهد داشت. حتی شما وقتی بچه تو مدرسه ثبت نام میکنی، نه تنها ازت هیچی نمیگیره، 170 یورو بهت میده که بخوای لوازم تحریر خوب برای بچت بگیری. 170 یورو به ازای هر فرزندی که شما تو مدرسه ثبت نام میکنی اول سال تحصیلی بهت پرداخت میکنن به عنوان یارانه که تو هزینه‌های لوازم تحریر بچت نمونی. اگر پول نداشته باشی، داشته باشم که هیچی دیگه، خوش به حالت میشه دیگه. این هم از فرزندآوری و هزینه فرزند در آلمان. مورد بعدی که اینجا خیلی به چشم میخوره اینه که همه حیوان خونگی دارن. تقریبا راحت بتونم بگم توی ساختمانی که ما هستیم، توی ساختمانی که روبرومونه، از هر 2 تا خونه یکیش حیوان خونگی، یعنی سگ داره. حالا شاید اون یکی که ما نمیبینیم سگ داشته باشه، شاید 2 خونش گربه داشته باشه. به هر حال حیوان خونگی خیلی اینجا مهم و با ارزشه. و یه چیز دیگه این که شما تو خیابان هیچ گونه سگ یا گربه‌ای که ساب نداشته باشه اصلا نمیبینی. یعنی سگ ولگرد و گربه‌ای که بیرون از خونه باشه ولگرد باشه اصلا ندیدیم تا حالا، هیچ وقت. و پرسیدم گفتن که همچی چیزی نداریم. هر کس ببینه که یک حیوانی بیرون هست و ساب نداره، به سازمان حمایت از حیوانات تماس میگیره و میان میبرنش توی شلترهای پناهگاه‌ها نگه میدارن که اینا تو سرما و گرما آسیب نبینن. دیگه قضاوت با خودتون. و اینکه شما سگتون رو میتونید با خودتون ببرید محل کارتون، اگر محل کارتون مشکلی باش نداشته باشه، که اغلب ندارن. یعنی شما صبح که بخوای بری سر کار، تو مترو، تو قطار، تو اتوبوس، تو تراموا، میبینی که خیلی ها سگشون رو دارن با خودشون میبرن. حالا تو محل کار خود ما خیلی وقتا خیلی ها سگشون میارن، میگن مثلا چند روز تو خونه بوده، احساس کردم خب بالا حوصله سر رفته، با خودم آوردمش سر کار. حالا کم کار دارم امروز، این آوردم با خودم که سر اینم گرم بشه. یعنی شما سگتو میتونی ببری به محل کارت، ولی تو فروشگاه ها نمیتونی ببری. یعنی شما مرکز خرید میری، داخل اون مرکز خرید میتونی ببری، ولی میخوای مثلا داخل مغازه بری نمیتونی ببری. یه سری جاها هست که میتونی قلاده سگتو ببندی اونجا، بری داخل، کارتو انجام بدی و برگردی. مورد بعدی سیستم حمل و نقل عمومیه. سیستم حمل و نقل عمومی اینجا بی‌نظیره. یعنی چی؟ شما به هیچ وجه نیاز به ماشین نداری، مگه اینکه خودت حالا عاشق رانندگی باشی، دوست داشتی هر جا که بری مثلا ماشین داشته باشی. در این شرایط
حالا از ماشین استفاده کنیم بهتر. حالا چرا میگم سیستم حمل و نقل عمومی بی‌نظیره و خیلی خوبه؟ اولا اینکه شما هر جا که بخوای، در واقع هر جا ساکن باشی یا یه اتوبوسی از کنار خونت رد میشه، تراموا یعنی این قطار بر اتوبوس برقی ها داخل شهر تقریبا میتونم بگم همه جای شهر هستن، مگه اون قسمت هایی که جدید ساخته شدن، شهرک هایی که جدید ساخته شدن که حالا من نرفتم اونا رو ببینم، ولی اونها هم دسترسی به مترو اینا دارن. تراموا رو شما همه جا میبینید، یعنی خونه‌ای که الان ما توش هستیم یه طرفش از یعنی از این خیابونی که سمت راستمون از تراموا رد میشه، از خیابونی که سمت چپمون هست و تا اونجا مثلا 50 قدم راه اتوبوس رد میشه. حالا علاوه بر تراموا و اتوبوس، خب سیستم مترو اینجا خیلی باحاله، خیلی 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 خوبه، عالیه، یعنی شما اصلا معطل نمیشی به هیچ وجه. تو برلین اینجوریه، من بقیه شهرها رو خبر ندارم. مترو دو جور هست، یه جورش همون مترو مثل خودمون تو ایران داشتیم، خیلی قدیمیه، 100 و خورده سال پیش ساخته شده. بعد یعنی 100 و خورده سال پیش اینا مترو داشتن، زیر زمین هست اغلب دیگه، همشون تقریبا زیر زمین هست ایستگاه ها. 2 تا خطه که یکی حالا میاد تو اون مسیر، خط بعدی یا قطار بعدی بر مسیر برعکس رو میره، دقیقاً مثل همون چیزی که ما تو ایران داریم. اما یه سیستم دیگه دارن به نام اسپان که این خیلی پیچیده تر هست، جدید، بروز هست و ایستگاهاش اکثرشون مخصوصا 2 تا ایستگاهی که نزدیک خونه ما هستن، یکیش 10 دقیقه با ما فاصله داره، اون یکی 20 دقیقه، خیلی پیچیده است، خیلی، یعنی شما تقریبا میتونم بگم هر جایی رو که بخوای تو برلین بری رو میتونی از این 2 تا ایستگاه بری، هر جایی. اون متروهایی که گفتم قدیمی اینجوری نیستن، یه خط فقط، تو هر کدومشون یه خطه، ولی تو اینا هر ایستگاهی رو که وارد میشی شما میتونید به تمام برلین دسترسی داشته باشی. از هر کدوم از اینا سوار هر کدوم بشی میتونی یک مسیر خاصی رو بری، توی یک ایستگاه اسپان بعدی پیاده بشی و قطار رو عوض کنی بری مسیر دیگه، در عرض چند دقیقه، شاید در عرض 1 ساعت از این سر برلین میتونی به اون سرش بری، چون قطارها زود میان و معمولا آن تایمن، خیلی کم پیش اومده مثلا 5 دقیقه تأخیر داشته باشن، خیلی کم. من تا حالا تأخیر 1-2 بار دیدم که هر دو موردش وقتی بوده که مثلا رئیس جمهور کشورهای دیگه اومده بود، مثلا بایدن اومده بود ماه قبل و زلنسکی اومده بود اینجا و تأخیر داشتن و به اضافه اینکه چند تا قطار هم کنسلی داشتن که قبلا اطلاع میدن، معمولا تو تلویزیون اعلام میکنن. سیستم حمل و نقل عمومی عالیه و شما در کنار این یه چیز خیلی جالب که حتما تو ویدیوهای قبلی منم دیدید اینه که تو شهر خیلی از مردم وقتی هوا خوبه از دوچرخه و اسکوتر استفاده میکنن. یعنی اینجا بتونم بگم بهتون تقریبا شاید 99% مردم تو خونه هاشون دوچرخه دارن یا اسکوتر دارن، یا اصلا نداشته باشی آماده بیرون کرایه میکنی، یا مبلغ خیلی کم خیلی جزئی پرداخت میکنی، هر مسیری دوست داشتی با دوچرخه میری یا با اسکوترهایی که کرایه هم بیرون همه جا هستن، پره، یعنی شما راحت دسترسی داری. ماشین نداری، برف داره میاد، بارون داره میاد، بیرون ماشینا پارک شدن، بنز، BMW، آودی، همه ماشینای خوشگل کرایه میکنی خیلی راحت با یه اپی که تو گوشیت داری، کرایه میکنی، در ماشین برات باز میشه، روشن میکنی، میری هر جا دوست داشتی اونجا پارک میکنی، هزینه‌شو آنلاین پرداخت میکنی و برمیگردی. یعنی هیچ گونه مشکلی در اینجا برای حمل و نقل وجود نداره. یعنی شما اصلا نیازی به داشتن ماشین نداری، چون اینجا بنزین گرونه، تعمیرگاه بردن ماشین خیلی طول میکشه، تعمیرش در واقع، بیمه خیلی گرونه برای ماشین، بیمه تصادف اینا باید داشته باشی، هرچند برای دوچرخه هم باید بیمه تصادف داشته باشی. خلاصه خیلی از مردم ترجیح میدهند که ماشین نداشته باشه. چرا؟ چون میتونن کرایه کنن، میتونن از دوچرخه استفاده کنن، میتونن از حمل و نقل عمومی که دم در خونه‌شونه مثل جایی که ما هستیم استفاده کنن، برای همین خیلی به داشتن ماشین فکر نمی‌کنن. ولی خب اصلا خیلیایی که اینجا ماشین داره. خب در کنار سیستم حمل و نقل عمومی خیلی خوب و باحالشون یه چیز دیگه هم هست که ما اصلا ندیدیم، حوصله‌مون سر رفت اینجا. تو ایران یکی از سرگرمی‌های مردم چیه؟ اینی که صحنه تصادف سر صحنه تصادف جمع بشه. من 2 ماه و نیم اینجا حتی یک مورد ای که 2 تا ماشین سپرشون بخوره به هم ندیدم، حوصله‌ام سر رفته والا خداییش. اصلا تصادف نیست،
دیروز یه ماشین دیدم، چند روز دارم به این فکر میکنم که چرا تصادف من نمیبینم. مثلا میگم در حد همین که دوتا ماشین فقط مثلا از پشت بخوره یه ماشینی به سپر اون یکی ماشینم من ندیدم تا حالا. این همه من صبح تا شب بیرونم. دیروز خیلی خندم گرفت، یه ماشین دیدم که سپرش خود رفته بود تو، یعنی تصادف کرده بود یه جایی و خندم گرفت. گفتم حالا همش من گفتم تصادف نمیبینم، اینم ماشین تصادفی. یعنی اینجا ماشین تصادفی داخل شهر مثلا صحنه تصادف نمیبینیم ما. چرا؟ چون به شدت رعایت میکنن. یعنی شما مخصوصا وقتی که عابر پیاده داره از دور نزدیک میشه به اون مسیری که میخواد تو کوچه‌های فرعی رد بشه از یه خیابون فرعی، ماشین از 2 متریش باید وایسته، یعنی با فاصله 1-2 متر از اون عابر پیاده باید وایسته ماشین. یعنی ماشینا وای میستن که ما رد بشیم. یعنی شما احساس میکنی که کاملا امن خیابون میتونی رد بشه. این تو خیابونای فرعیه. تو خیابونای اصلی هم که دیگه چراغ عابر پیاده وقتی روشنه سبز میتونی رد بشی، اما وقتی قرمز حق نداری رد بشی، چون ماشینا با سرعت از کنارت رد میشن. و یه ویژگی دیگه که حالا برای جوان‌ها شاید خیلی جذاب باشه اینه که اینجا اغلب جاده‌ها محدودیت سرعت ندارن. یعنی شما 300 تا بترکون، چه میدونم 180 تا برو، هیچ کس کاری به کارت نداره. همه جا نه، ولی یه سری جاده ها هست که منحصر به فرد. تو آلمان هست، فقط تو دنیا منحصر به فرده و هیچ محدودیت سرعتی وجود نداره و جوانایی که عاشق ماشین و رانندگی هستن خیلی دوست دارن تو این جاده ها رانندگی بکنن. این هم یه ویژگی که منحصر به فرد هست توی آلمان و جاهای دیگه اصلا دیده نمیشه. به شدت گفتم تصادف کمه. جاده ها رو خبر ندارم چون نرفتم فعلا بیرون از برلین، وقت نکردم بیرون برم، ولی با توجه به اینکه از صبح بیرونم تا عصر و هیچ صحنه تصادفی ندیدم، این داره نشون میده که اینجا به شدت قوانین راهنمایی رانندگی چی میشه؟ رعایت میشه و همه بهش احترام میذارن، هم به عابر پیاده هم به راننده ها، و در نتیجه کمتر اتفاق میفته کسی تصادف بکنه. مورد بعدی که خیلی جلب توجه میکنه توی شهری مثل برلین که پایتخت هست، فضای سبزه. یعنی شما چند قدم که میری یه فضای سبز بزرگ، دوباره راه، یعنی واقعا باور کنید هر چند قدم یه بار یه فضای سبزه. این شهر برلین مساحتش، حالا چک بکنید تو اینترنت، از تهران بیشتره، ولی جمعیتش 3 میلیون و هلوش 700,000، 3 میلیون خورده ایه. خب بنابراین یه شهر بزرگه با جمعیت کم. 40% فضای سبزه. یعنی شما هر جا میری یک پارک بزرگ، یک فضای سبز بزرگ، فضای سبز مخصوص حیوانات خونگی که شما میتونی سگتو ببری، گربتو ببری اونجا آزاد، قلاده نمیخواد ببندی براش، میتونی قلاده سگتو باز کنی و اونجا اجازه بدی بگرده. خب این فضاهای سبز واقعا جلب توجه میکنه، مخصوصا برای ماها که خیلی فضای سبز تو شهرهای بزرگمون نداشتیم. اینجا واقعا بی‌نظیر فضای سبزش. همه جا شما سکوت و آرامش رو میبینید، پارکای بزرگ که میتونید برید توش بشینید و یه خورده استراحت بکنید هر موقع خسته شدید. فضای سبز اینجا خیلی زیاد. یه چیز دیگه بگم براتون، اینجا غیر از نصف شب در طول شبانه روز شما یه صدایی میشنوید، صدای آمبولانس. این همش تو گوشته. من میگم صدای امنیته، حالا شاید بعضیا بدشون میاد، اما همش شما صدای آمبولانس میشنوید. حالا این صداها چیه؟ یکیش مال پلیسه، صداشون هم یکیه. پلیس همه جا حضور داره، به شدت حضور داره، یعنی شما کاملا احساس امنیت میکنید. اینم بگم که ساعت 7 الی 8 شب دیگه تقریبا کوچه ها خلوت میشه، شما بهتره که داخل خونت باشی. مردم اغلب ساعت 7-8 به بعد بیرون نیستن، مگه کسایی که حالا میخوان برن دیسکو که اینا معمولا تو روزهای تعطیل بیشتر مشتری دارن. پس 7-8 شب به بعد خیلی بیرون نیستن، ولی پلیس همچنان حضور داره. در طول روز شما مخصوصا مثلا تو ایستگاه مترو، حالا 2 تا ایستگاه مترویی که نزدیک ما هست، همش شما حضور این مامورای سکیوریتی که مال خود مترو هست رو میبینید، مامورای محافظت و پلیس ها که همش تو شهر دارن میگردن، همش تو شهرن. یعنی مثلا چند روز پیش ما جلوی یه رستوران رد میشدیم، شب که نه، ساعت هولوش مثلا 6 و اینا بود،
روز تعطیلم بود، مثلا یکی که حالا مست بود مثلا به یکی یه چیزی گفته بود، سریع پلیس اومد، انگار که مثلا همونجا بودن، همونجا کنار رستوران بودن، سریع 2 تا پلیس اومدن این بنده خدا رو گرفتن بردنش. یعنی شما کاملا احساس امنیت میکنی اینجا پلیس هر لحظه حضور داره و حضورشو داری میبینی، اینجوری نیست که مثلا بگن یا حضور داره، داری میبینی، صداشو میشنوی. پس یک پلیس برای این کاری که مثلا کسی آسیبی نبینه اینجا حضور داره بیشتر. دیگه که وقتی یکی آسیب میبینه شما زنگ میزنی به اورژانس 112 که بیاد این شخص مثلا سکته کرده، افتاده، سرش خورده، به جای زخم شده، اول پلیس میاد یا به همراه آمبولانس پلیس میاد، دور اون منطقه رو میگیره که به اون فردی که افتاده آسیب نرسه. همه چیز باحال دیگه. و آتش نشانی، اینا خیلی اینجا فعالن. یعنی حالا ما همیشه میگیم شاید پرکارترین افراد توی آلمان پلیس ها و آتش نشانی و بعد اورژانس باشه که هر لحظه هستن، مخصوصا پلیس. یعنی شما هر لحظه بیرون بری میبینی که پلیس با عجله داره میره به یه جایی. این به معنی نیست که حتما اونجا تخلفی صورت گرفته، ممکنه یکی قش کرده باشه، میره که اونجا رو امن کنه که آمبولانس بتونه راحت بهش دسترسی داشته باشه. و یه چیز خیلی خوبه دیگه که مردم رعایت میکنن، یعنی که هر جا آمبولانس، پلیس و هر چیز آتش نشانی که این آلارمش روشن باشه و صداش بیاد، شما باید بکشی کنار اگر داری رانندگی میکنی. حتی یه موردی بود چند روز پیش ما داشتیم میرفتیم بیرون، پلیس داشت میومد و روشن بود آلارمش، یه خانومی، حالا من گفتم وای این الان ماشینش داغون شد بنده خدا، این فضای سبز کنار خیابون هست، خانومه قشنگ رفت تو اون فضای سبزه با بنزش، وای گفتم داغون شد این ماشین. خانومه قشنگ انگار پرید با ماشینش تو اون فضای سبزه که چرا جا باز کنه، مسیر رو باز کنه برای اینکه پلیس رد بشه. حالا نمیدونم، نپرسیدم که اگر راه باز نکنی شاید جریمه بشی، شاید به این دلیله یا نه از روی مثلا انسانیت داره این کار رو انجام میده، ولی مطمئنا قانون هست که حتما باید راه بدی به پلیس. ولی خب فرهنگ سازی شده، این خانم حاضر شد ماشینش داغون بشه، این رفت تو این فضای سبز، اصلا ارتفاعش از خیابون شاید انقدی بود، ماشینش رو برد اون بالا که پلیس رد بشه، بعد دوباره برگشت پایین و این خیلی جالب بود. و این داره نشون میده این فرهنگ سازیه و قانون داره کار خودش رو انجام میده و این به نفع همه است. اینجا به شدت قانون مهمه، هر چیزی رو شما در نظر بگیری، هر کاری قانونی پشتش هست. یعنی شما اگر یک کاری رو انجام ندی جریمه میشی. مثلا وقت دکتر گرفتی میگه بلش کن نمیرم، 200 یورو ممکنه جریمه بشی، باورتون میشه؟ وقت دکتر بگیری و نری جریمه میشی. امروز باید فلان چه میدونم قسطتو پرداخت کنی و میگی آقا فردا پرداخت کنم، مبلغ هنگفتی ممکنه جریمه بشی. بلیت نمیخری و میری توی اتوبوس مترو سوار میشی، 60 یورو جریمت میکنن اگه بگیرنت. معمولا اتفاق نمیفته، چرا؟ چون کسی نیست که چک بکنه بلیت شما رو، ولی ممکنه سال یه بار، شاید حتی 10 سال یه بار، شاید نه 2 روز پشت سر هم اتفاقی بیان و بلیط رو چک کنن و از شانس شما بخوره به تور شما این شخص و بلیط بخواد از شما. شما باید 60 یورو پرداخت بکنی اگر بلیط نداشته باشی. 60 یورو خیلی زیاده، خیلی. اگه 2 نفر باشه به 120 یورو پول پرداخت بکنی. یه خانم و آقایی بودن، بلغار بودن، دیدم توی ایستگاه مترو همینجوری سرگردونن، گفتم کمک میخواید؟ گفتن ما بلد نیستیم بلیط بخریم و نفری 60 یورو جریمه شدیم. بعد کمک کردیم که بلیط بخرن. پس اینجا قانونه، یعنی هیچ کی نمیتونه از زیرش در بره. جریمه میشیم به شدت اگه قانون رو رعایت نکنیم. حالا این خوبه یا بد؟ برام بنویسید تو کامنت ها، خیلی دوست دارم بدونم نظر شما چی. از نظر من که خیلی خوبه، عالیه، هزینه میدیم برای رعایت قانون ولی عوضش خیالمون راحته که این قانون ها به نفع ما هست، امنیت داریم، بعد امکانات داریم، بچه‌مون رایگان میره مدرسه، بعد شهر فضای سبز خیلی داره. همه اینها حاصل قانونمندیه، حاصل گرفتن مالیاته، حاصل گرفتن جریمه از افرادی که دارن تخلف میکنن و این به نفع خیلی از ماها هست، کسایی که اینجا زندگی میکنن. خب ویدیو خیلی طولانی شد ولی خب احساس میکنم که اینا واقعا لازم هست کسایی که میان اینجا اینو بدونن
یه مورد دیگه هم بگم دیگه تمومش کنم که خیلی طولانی نباشه، ان شاءالله تو ویدیوهای بعدی از تجربیات دیگه هم میگم. اینجا آرامش شما رو ازتون نمیگیرن. یعنی شما وقتی میخوای کار بکنی، میری محل کارت، نه تنها با احترام افرادی که تو محل کارت هستن روبرو میشی، اگر هم موردی برات پیش آمده باشه بهت آرامش میدن، میگن اصلا اشکالی نداره. حتی کارفرماها وقتی شما مریض شدی، وقتی بچت مریض شده، بدون اینکه ازت مدرک بخواد بهت مرخصی میده. مثلا شما سر کار میری شاغلی، امروز میگی زنگ میزنی میگی بچه من مریضه و من باید خونه بمونم، میگن اوکی اشکالی نداره. اکثر کارفرماها، مگر کاری باشه که شما مثلا جایگزین نداشته باشی، نتونی از خونه کار بکنی، این کارا رو حالا میذاریم کنار. کارهایی که میشه از خونه انجام داد، کارهایی که فرد جایگزین ممکنه براش وجود داشته باشه، اینا به هیچ وجه کارفرما به شما نمیگه که نه شما حق نداری بمونی، باید بیای. در کارهایی که میشه از خونه انجام داد یا کارهایی که فرد جایگزین داره، یک فرد میتونه به خاطر فرزندش، مریض بودن فرزندش یا حتی همسرش تو خونش بمونه، یا حتی خودش مریض شد میگه زنگ میزنی میگی من سرما خوردم و باید استراحت کنم. کسی نمیگه دروغ داری میگی. چرا؟ چون بهت اعتماد دارن و وای به روزی که بفهمن که شما دروغ گفتی. اینجا نباید دروغ بگی، اینجا همه چیزو باید واقعیتشو بگی، راست بگی و در این صورتی که واقعا ضرر نمی کنی. اینجا احترام به افراد جزو در واقع فرهنگشونه. همه بهت احترام میذارن، یعنی از پروفسورش گرفته تا افرادی که حالا شغلشون شاید از نظر اجتماعی خیلی مثلا شغل جذابی نباشه، همه بهت احترام میذارن. مثلا در محل کار خود من مثلا خیلی برام جالب بود که قرار بود برم توی آزمایشگاه کارم رو شروع بکنم، کارهای آزمایشگاهیم رو. گفتن شما باید یه دونه دوره ایمنی بگذرونی، ایمنی آزمایشگاهی که چطوری از آزمایشگاه استفاده کنی، وقتی خطر برات پیش اومد چیکار بکنی و اینا. خب دیگه برای من وقت گذاشتن و یک ترمین میگم، یک وقت ملاقات بر من گذاشتن و گفتن تو فلان ساعت فلان جا باش. اینجا باز خیلی مهمه که شما برای هر کاری باید وقت ملاقات از قبل بگیری. حتی برای بانک که میری حساب باز کنی، میری اونجا میگی من میخوام حساب باز کنم، میگه ترمین بهت میدم، وقت میدم، مثلا سر ساعت فلان فردا اینجا باش. خیلی مهمه. یعنی همه افراد وقتشون با ارزش هست، برای همین شما برای ملاقات با هر فردی باید یک وقت ملاقات بگیری، حتی اگه همکارت باشه. خلاصه رفتیم که برای ما آموزش ایمنی آزمایشگاه بدم. من گفتم خب الان یک تکنسین آزمایشگاهی میاد و بعد دیگه آموزش بده به من. و قبل از اینکه برم اسم اون کسی که برای من ایمیلش اومده بود که ترمین داده بود به من، اسمش رو چک کردم، دیدم توی لینکدین جزء افرادی هست، حالا توی نتورک منه، تو شبکه کاری من هست، تو هم حوزه کار میکنه و پروفسور فلانی. گفتم حالا شاید این نیست دیگه، شاید مثلا اشتباه اسمشون مثلا مشابه و اینا، ولی حالا قیافش و عکسش رو به ذهنم سپردم. بعد فردا که وقت ملاقات شد و من رفتم دیدم همین آدمه. یعنی یک پروفسور، یک کسی که خیلی خیلی تو دانشگاه مقام بالایی داره، اومده بود به من یاد بده که چطوری از آزمایشگاه به صورت ایمن استفاده کنم و من واقعا هنگ کردم. شاید مثلا توی کشور ما، حالا نمیخوام بگم همه، ولی اکثر کسایی که استاد هستن شاید در حد خودشونو مثلا، نه که خودشونو بگیرن، ولی بگن مثلا در حد ما نیست بریم مثلا حتی همکار، که نه من حالا همکاری ایشون بودم، حتی مثلا بگن بریم با دانشجویان مثلا حرف بزنیم یا بریم مثلا برای همکارمون یه چیزی یاد بدیم. اینجا اینجوری نیست. همین پروفسور میاد به دانشجوی کارشناسی یاد میده که چطوری از این مثلا آزمایشگاه به صورت ایمن استفاده کنه. یعنی این فرد مسئول آموزش به تمام افرادی بود که میخوام در اون آزمایشگاه، در آزمایشگاه هایی که خیلی زیادن، شاید مثلا 200 آزمایشگاه تو اون مجموعه هست، این فرد مسئول ایمنی و آموزش ایمنی به اونها هست. پروفسور زیستشناسی هست، یعنی هم رشته هستیم و در کنار کارهای علمی که انجام میده این یه مسئولیت هم به عهده داره که نه تنها ایمنی اون آزمایشگاه ها رو به عهده داره، مدیر اون قسمت هست، بودجه و هزینه و اینها رو هم ایشون مدیریت میکنن. مدیر کلا آزمایشگاه های اون قسمته و اومد به من یاد داد چطوری از کپسول آتش نشانی استفاده کنم، چطوری وقتی که قلبش مشکل داشت از دستگاهی که مخصوص این کار استفاده کنم. کمک‌های اولیه جاشو بهم یاد داد، گفت باید بری فلان جا ترین بشی، آموزش ببینی اگه تا حالا آموزش ندیدی و اینا.
یعنی من خیلی تعجب کردم که یک فرد میاد به همکارش که حالا همکاری که تازه اومده و میخواد جدیدن اونجا کار کنه، کار به صورت ایمن رو بیاد یاد بده. واقعا خیلی خوب بود. اینجا همینجوری هستن. همین پروفسور میره با دانشجوی کارشناسیش کار میکنه و دانشجوی کارشناسی ایشان را با اسم کوچک خطاب میکنن. اینجا کسی به کسی نمیگه دکتر، کسی به کسی نمیگه پروفسور، هممون با اسم کوچیک خطاب میشیم از طرف همدیگه. همکارا، دانشجو، همه ما رو با اسم کوچیکمون صدا میکنن و ما همکارامون رو با اسم کوچیک صدا میکنیم. اینجا کسی به کسی دکتر نمیگه، کسی به کسی پروفسور نمیگه. تو نوشته ها، تو کاغذ، رو کاغذ وقتی میخوان قرارداد بنویسن، نامه بنویسن، تو ایمیل ها بعضی وقتا اسم این دکتر یا پروفسور رو مینویسیم، ولی در مواقعی که با هم حرف میزنیم یا به همدیگه پیام میدیم با اسم کوچیک همدیگه رو خطاب میکنیم. این هم از ویژگی اروپایی‌ها و آلمانی‌ها که از نظر من خیلی خوبه. خب میدونم خسته شدید، ولی لازم دیدم که این ویدیو رو براتون بسازم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. یادتون نره اگر دوست داشتید در مورد این موضوع براتون ویدیو بسازم، اطلاعات بهتون بدم، حتما تو کامنت بر من بنویسید. به محض اینکه وقت کردم سعی می‌کنم ویدیویی که شما میخواد رو براتون بسازم. و اینکه بر من بگید آیا این چیزایی که اینجا شنیدید اگه وقت دارید وقتی تایپ کردن حتما بر من بنویسید که این چیزا از نظر شما خوبه یا بده. برام خوبه که بدونم. این باعث میشه که ویدیوهایی بسازم که مطابق سلیقه شماها باشه و دوست داشته باشید. مرسی که وقت با ارزشتون رو صرف دیدن این ویدیو کردید. دوستتون دارم. اگر از ویدیو خوشتون اومده حتما برای دوستاتون هم بفرستید که اگر دوست دارن بیان آلمان یا به مهاجرت هم فکر میکنن و در انتخاب کشور هنوز مردد هستن، اگر دوست داشتن اطلاعات در مورد آلمان به دستشون بیاد، این ویدیو میتونه براشون مفید باشه. اگر هم که دارید به مهاجرت فکر میکنید، این ویدیو فکر میکنم براتون مفید باشه. مرسی که وقت گذاشتید. لایک و سابسکرایب و کامنتاتون میتونه کمک کنه برای ساخت ویدیوهای بیشتر و بهتر. دوستتون دارم. خدا نگهدار.